رفقای گلم سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بریم سراغ تحلیل آزمون‌های ماس پایه دهم. آزمون خیلی روتینی بود و درصد 60-70 میتونست برای این آزمون درصد معقولی باشه و دیگه همون مطالب اصلی کتاب و مفاهیمی که خیلی تکرار شدن تو کتاب تستاتون در واقع توی این آزمون اومده بود و آنچنان سوالاتش چالشی نداشت. من چند تا از سوالات خوب این آزمون رو براتون انتخاب کردم که با هم دیگه حل بکنیم و نکاتش رو یاد بگیریم. میگه در مشاهدات انشعابات نای، خب از نمای رو به رو، فقط میخوایم درباره قطورترین نایژه اصلی درست باشه. بچه‌ها قطورترین نایژه اصلی کجاست؟ نایژه راسته. ببینید الان شکل کتابم بهتون نشون میدم که نایژه راست قطورترینه. ببینید همونطور که میبینید ما الان داریم شکل از رو به رو میبینیم. پس راست میشه این سمت، راست میشه این سمت، چپ میشه این طرف. ببین همونطور که میبینید قطورترین نایژه اصلی میشه سمت راست که اتفاقا زودتر هم منشعب میشه. اما چیزا بدونید، مثلا اینجا که میخواد منشعب بشه اینجوریه، مثلا شش از اینجا شروع میشه، از اینجا هم شش شروع میشه. ببینید پس بنابراین درون شش منشعب میشن، یعنی ناژه ها درون شش منشعب میشن. بریم حلش کنیم. میگه دارای قطعات قطرفی در دیواره خود. خب آقا هر دوتاشون دارن، هم چپ قطعه قطرفی دارن هم راست. این سفیدا میشن قطعه قطرفی دیگه. میگه پیش از ورود به درون شش بزرگتر منشعب میشه. خب غلطه، همین الان گفتم آقا هر دو تا نایژه وقتی که وارد شش شدن میتونن منشعب بشن. میگه اولین حلقه قطرفی موجود تو دیواره اون ساختار منشعب داره. بریم ببینیم. بله این درسته. ببینید همونطور که میبینید برای چپ اولین حلقه اصلا انشعاب نداره، اما برای راست اینجوری هست. برای راست اولین حلقه انشعاب داره، همونطور که میبینید. ببینید انشعابشو ببینید. هر کدوم از اینا رو حلقه اول در نظر بگیریم انشعاب خواهند داشت. پس بنابراین این عبارت درسته در مورد راست، درسته در مورد چپ غلط بود. پس این عبارت جواب تست مایع. بریم بعدی. میگه در پی فعالیت مایچه گردنی به افزایش ورود هوا به شش ها کمک میکنه. خب آقا میگه ما فقط نایژه اصلی راستمون کار میکنه، هر دو تا نایژه افزایش ورود هوا به شش ها رو انجام میدن. پس این در مورد دو تاشون درسته. صورت سوال گفته فقط درباره راست درست باشه که میشه گزینه سوم که گفتیم آقا اولین حلقه قطرفیش توی راست منشعب، اما توی چپ منشعب نیست. بریم سراغ سوال هفتم. میگه در خصوص رگ‌های تاجی یا همون کرونری در یک انسان سالم بالغ چند مورد درسته. سرخ رگ تاجی باریکتر و قطورتر رو میخواد. بچه‌ها بذارید براتون اینجا بنویسم و روش حفظ کردنش هم میگم چون اصلا همینه. دلیل اینکه یکیشون قطورتر یکیشون باریکتر اینه. ببینید کرونری باریکتره که میره به سمت راست و کرونری قطورتره که قراره بره سمت چپ. خب خیلی واضحه، ما میدونیم که چپ بطنمون و اصلا کلا نیمه چپ قلبمون خیلی ضخامت ماهیچش بیشتر از راسته. پس بنابراین باید خون رسانی بهش بیشتر باشه. به خاطر همینه که رگ کرونری چپ قطورتر از راسته. پس اونی که باریکتر میشه راست، اونی که قطورتر میشه چپ. بریم حلش کنیم. میگه سرخ رگ تاجی باریکتر یعنی سمت راست نسبت به سرخ رگ دیگر زودتر به دو انشعاب تبدیل میشه. بریم ببینیم. اون غلطه چون که زودتر به انشعاب تبدیل نمیشه و برعکسش اینجوریه، یعنی چپ زودتر انشعاب تبدیل میشه. ببینید اینجا الان از کجا میفهمیم این ناحیه چپ قلبه؟ از کجا فهمیدیم؟ چون دریچه دو لختی اینجاست دیگه. این ناحیه راست قلبه. همونطور که میبینید این رگ کرونری راسته، یعنی اینجا منشعب میشه، اما این اینجا منشعب میشه. پس بنابراین کدوما زودتر منشعب میشن؟ خیلی واضحه چپه که زودتر منشعب میشه، اما این برعکس گفته راست زودتر منشعب میشه. پس این غلطه. اینجا سرخ رگ تاجی باریکتر هم که بازم میشه همون راست. میگه شاخه ایجاد میکنه که از روی بطن راست عبور میکنه. کاملا درست، اصلا برای همین میره دیگه. بریم بعدی. میگه که سرخ رگ تاجی قطورتر، سرخ رگ تاجی قطورتر میشه سمت چپ. میگه به قطورترین بخش دیواره نیمه چپ قلب یعنی بطن چپ. بطن چپ قطورتر از هم است دیگه. خون رسانی میکنه. بله اصلا کارش همینه. و آخریش میگه سرخ رگ تاجی قطورتر میشه سمت چپ. میگه در حد فاصله دو تا دریچه قلبی منشعب میشه. کاملا درسته. ببینید الان این میشه سرخ رگ کرونری قطورتر و سمت چپ که از بین دو تا دریچه
میره، یعنی در واقع در بین دو تا دریچه داره منشعب میشه. چه دریچه‌ای؟ سرخرگ شش سینی ششی و دریچه دولختی، بین این دوتا داره منشعب میشه. کاملا درسته و تست خیلی قشنگی بود. جواب تست میشه گزینه سوم. موارد ب درست بود، ج درست بود و د درست بود. بریم سراغ سوال بعدی. سوال نهم، در خصوص بررسی دستگاه تنفس توی پرندگان کدام عبارت درسته؟ میگه عقبی ترین کیسه هوادار جلویی، یعنی بیاید تو کیسه هوادار جلویی چند تا بودن؟ 5 تا بودن. حالا عقبی ترینشون رو میخواد. بریم تو شکل کتاب ببینیم. ببین ما در واقع بیایم برگردیم این قسمت. همینجا. ببین بچه‌ها، ما این شکل را داریم از پشت میبینیم. این شکل را از پشت میبینیم، یعنی اینجا سمت چپه، اینجا هم سمت راسته و بنابراین هرچی در واقع عقب‌تر باشن، یعنی روی اینا باشن، فکر نکنید جلوترن، یعنی همون عقب‌تر محسوب میشن. ببین چون ما داریم از عقب میبینیم دیگه، یعنی وقتی داریم از عقب میبینیم، شما مثلا خودتون رو تصور کنید وقتی خودتون از عقب میبینید جلوتون جلوتره واقعا. اوکی؟ یعنی فکر نکنید تو این شکل هرچی جلوتر بود اونا در واقع کیسه های هوادار جلویی محسوب میشن. همونطور که خودش مشخص کرده الان اینا از همه جلوترن تو این شکل، ولی کیسه هوادار عقبیه. پس حواستون به این موضوع باشه که آقا ما از این شکل رو داریم از کجا نگاه میکنیم؟ از پشت داریم نگاه میکنیم. خیلی نکته مهمیه که داریم این شکل از پشت نگاه میکنیم. خب حالا سوال پرسیده بود چی؟ میگه عقبی ترین کیسه هوادار جلویی. اول از همه میریم کیسه هوادار جلویی پیدا میکنیم. این 5 تا میشن کیسه هوادار جلویی، خودش هم مشخص کرد. حالا میگه عقبی ترینش. خب عقبی ترینش میشه این دوتا. ببین همونطور که داریم میبینیم عقب‌تر از همن، چون ما داریم این شکل از پشت میبینیم. پس برای میشه نارنجی ها. میگه در مجاورت کیسه هوادار عقبی و جلویی قرار گرفته. بله، الان نگاه کنید، این در مجاورت کیسه هوادار جلویی قرار گرفته، در مجاورت کیسه هوادار عقبی هم قرار گرفته، هم در مجاورت این قرار گرفته، هم در مجاورت این، یعنی هم جلویی هم عقبی. پس کاملا عبارت درستی و جواب تستمون میشه هم گزینه 1. خیلی قشنگ بود. حالا بریم جلوتر. میگه جلویی ترین کیسه هوادار جلویی. ببین خب کیسه هوادار جلویی باز هم میشن همین 5 تا. حالا جلویی ترینش رو میخوایم. جلویی ترینش میشه اینا. جلویی ترینش میشه اینا. میگه که در واقع محل انجام بخشی از تبادل گازهای تنفسی با خونه. بچه این غلطه. کلا اینا بدون که تو کیسه هوادار تبادل انجام نمیشه. کیسه هوادار فقط ذخیره میکنه. کیسه هوادار تبادلی انجام نمیده. این مال ششه. بریم بعدی. میگه عقبی ترین کیسه هوادار عقبی. ببینید الان کیسه هوادار عقبی ان دیگه. عقبی ترینش کدوم میشه؟ میشه این دوتا. این دوتا میشه عقبی ترینش. خب میگه که نسبت به سایر کیسه هوادار کوچیک‌تره. خب نه دیگه، دیدیم که اصلا خیلی مثلا از اینا بزرگتر بود. مثلا این از این بزرگتره، این از این بزرگتره، از حتی اینم بزرگتره. پس نمیتونیم بگیم کوچیک‌تره. بعدی میگه جلویی ترین کیسه هوادار عقبی در تماس با کیسه هوادار منفرده. ببینید الان جلویی ترین کیسه هوادار عقبی میشه این. جلویی ترین کیسه هوادار عقبی میشه این دوتا که با اون کیسه هوادار منفرد. کیسه هوادار منفرد این قرمز است. این که دارم دورش آبی میکشم این کیسه هوادار منفردمونه. آیا این دوتا که ما مشخص کردیم این و این با این در تماسن؟ خیر، در تماس نیستن. پس جواب تست شد هم گزینه 1. خیلی تست قشنگی بود. امیدوارم یاد گرفتید. شما اون شکل داریم از پشت میبینیم. اون شکل مربوط به پشته. ببینیم دیگه چه سوالی براتون انتخاب کردم. سوالای روتین بودن این سوالا و نکته خاص آنچنانی نداشتن. فکر کنم سوال 30. بله سوال 30 براتون انتخاب کردم. میگه در ارتباط با یافت‌های قرار گرفته بر روی قشای پایه مخاطنای کدام مورد درست است؟ خب در واقع مخاط مژکداری که یه سری یافته‌های استوانه‌ای داشتیم، یه سری یافته‌های استوانه‌ای مژکدار داشتیم که اینا از همشون بیشتر بودن. بعد یه سری استوانه‌ای بدون مژک داشتیم و یه سری هم یافته‌های قاعده‌ای داشتیم که اینا از همشون کمتر بودن. اینا در واقع میشن یافته‌هایی که توی مخاط نای هستن. خب بریم حلشون کنیم. یه مروری هم با هم کردیم.
میگه موژک‌های همه یافته‌های موژکدار به صورت همزمان به سمت حلق خم میشه. خب نه، تو شکل کتاب مشخصه اینا اصلا جهت حرکت موژک‌ها همگی با هم یکسان نیست. این غلطه ببینید همشون با هم یکسانه. ببینید الان شکل کتاب مشخصه. الان نگاه کنید این مثلا هم نایی. موژک‌ها مثلا اینا دارن میرن به سمت بالا، اینا دارن میان به سمت پایین. پس جهت حرکتشون همزمان همشون یکسان نیست. میره کنار. میگه یافته‌هایی که فاقد تماس با ترشحات مخاطی‌اند. داره این قاعده یا میگه قاعده ایه که فاقد تماس با ترشح مخاطیه. چرا؟ چون این مثلا قاعده اینجاست. ببینید این قاعده ای. این مثلا قاعده ای. این قاعده ای. ببین اینا اصلا با ترشحات مخاطی که اینجا هستن، ترشحات مخاطی اینجا. اصلا با اینا در تماس نیستن. حالا داره چی میگه؟ میگه از طریق سطح وسیع خودشون به قشای پای وصلن. بله همین الان دیدیم. ببینید از طریق بخش وسیعش به قشای پای وصله. قشای پای هم اینجاست دیگه، این قشای پای است. پس این از طریق سطح وسیعش به قشای پای وصله. کاملا درسته و جواب تستمون هم گزینه 2. بعدی میگه که یافته‌هایی که بیشترین سطح تماس رو با ماده مخاطی دارند، خب داره مثلا این استوانه‌ها رو و این استوانه رو میگه نسبت به سایرین فراوانی کمتری دارن. نه دیگه گفتیم قاعده ایه که کمتر از هم است. پس میره کنار. میگه یافته‌هایی که داره ریسکیس‌های حاوی ترشحات مخاطی‌اند به صورت مستقیم به حلقه‌های قذروفی متصل میشن. خب غلطه بچه‌ها. این چیزی که ما داریم میگیم مخاط داریم صحبت میکنیم. اما ما میدونیم چطوریه. ببینید این لایه مخاط، بعدش میشه زیر مخاط، بعدش میشه لایه قذروفی ماهیچه‌ای. پس بنای قذروفی ماهیچه هیچ وقت با مخاط در تماس نیست. بعدش هم که میشه لایه پیوندی. این برای کل نای. این هم از این. پس نمیتونیم بگیم مثلا مخاط با این یافته‌ها با حلقه‌های قذروفی در تماسن. و جواب تست شد گزینه 2. امیدوارم که استفاده بکنید و براتون مفید باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا حق. خدا نگهدارتون.